آقا سلام. ادمین نمیخوای؟ ادمین برای چی؟ آخه دیدم کلتون همش تو گوشیه، عین گاو دارید رانندگی میکنید، گفتم شاید ادمین لازم داشته باشی. نه آقا مرسی. گو میخوری کلتو میکنی تو گوشی آقا. اینجا ببخشید خیابون آقا. آقاته مگه اینه یه گاو مست داری رانندگی میکنی معلوم نیست کجا میری کجا میاد. ببخشید آقا من شرمنده‌ام. رعایت کنید تو رو خدا، فرهنگ داشته باشی. آخه اولاغ حیف اولاغ نیست من به تو بگم. چرا آقا چی شده مگه طویله بابات تو خیابون تو ماشین آشغال پرت میکنی بیرون؟ ببخشید آقا. آقا ببخشید که منم میتونم آشغال بریزم تو ماشین شما، بگم ببخشید. این چه کاریه؟ طویله بابات دی آشغال بندازی بیرون تو خیابون. شرمنده‌ام. رعایت کن حیوان. بزنم نصفت بره. آقا چرا چی شده؟ چرا که کلا 30 ثانیه چراغ سبز معلومی کلت تو کجای حرکت نمی‌کنی، من باید یه دور دیگه پشت چراغ وایسم. ببخشید آقا شرمنده. ببخشید که آقا گو می‌خورید بری تو هم با من وای میسی. بری دونه دونه به امام حسین بده. آقا تو رو خدا ببخشید. حیوان. آقا ادعات میشه بیا با هم بگازیم. پس چی شده مگه؟ چی شده مگه که گو می‌خوری دختر مردم فرمون میگیری، تا می‌بینی راننده خانومه فرمون میگیری روش. ادعات میشه بیا با من بگازیم یه جور بکنم تو گاردن خواننده‌های تو فلشت هم بمیرن. ببخشید آقا. حیوان دفعه بعد این کارو کنی خودم باهات میگازم. آقا بفرما. آقا بفرما. برای چی آقا؟ آقا اینو بکن تو من، ولی تو لاین سرعت با 60 تا سرعت نرو. یهو وسط راه میام با 200 تا رو رد میشم، اینم میکنم تو تا. ببخشید آقا من ببخشید که لاین سرعت اسمش روشه، لاین سرعت. ببخشید.